همینایی که منکر حدیثن، همینایی که خجالت میکشن از حدیث، همینایی که قبول نمیکنن حدیث، ما از اینا میپرسیم در کجای قرآن آمده است که نماز صبح رو 2 رکعت فرض بخوانید، 2 رکعت سنت بخوانید؟ در کجای قرآن آمده است که نماز ظهر 4 رکعت فرض بخوانید؟ در کجای قرآن آمده است که نماز عصر رو 4 رکعت فرض بخوانید؟ نماز مغرب رو 3 رکعت بخوانید، نماز عشاء رو 4 رکعت بخوانید؟ ما فرض‌هایشو میگیم. یا نماز وتر رو 3 رکعت بخوانید؟ در کجای قرآن گفته؟ یا اصلا شما نماز نمیخوانید، مادامی که سنت پیامبر این کار میکنید پس نماز نخوانید. در کجای قرآن گفته که وقت سحر فلان ساعت است، وقت افطار فلان ساعت است؟ در کجای قرآن گفته که با اذان صبح که شد شما دست نگه دارید از خوردن آشامیدن در ماه رمضان و اذان مغرب که شد افطار بکنید، یا شما اصلا روزه نمیگیرید؟ در کجای قرآن گفته؟ یک آیه است در این مورد: کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صحابه که صحابه بودن این آیه چی میگه؟ بخورید و بیاشامید تا انگامی که نخ سیاه و نخ سفید صبح برای شما آشکار شود. یکی از صحابه یک تار سیاه یک تار سفید زیر بالشش مانده بود، هر لحظه میومد سعی میکرد میبینه یا نمیبینه. و خاطر چی؟ فهمش از این آیه ای بود که هر وقت که تار سیاه و سفید رو از هم دیگه تشخیص دادید شما میتوانید که بعد روزه تان نیت بکنید. فردا حکایت به پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول فرمودن که منظور این نیست، منظور از خط سفیدی و خط سیاهی روز و شب است. ببینید وقتی که قبل از نزدیکای اذان صبح میشه یک خطی در طرف مشرق شما میبینید که خط فاصل بین سفیدی روز و سیاهی شب است. منظوری است. خب این اگه سنت پیامبر واضح نمی‌کرد کی واضح می‌کرد؟ در کجای قرآن گفته که زکات باید 2.5% بعد از یک چیز داده شود، حول داده شود؟ یا شما اصلا زکات نمیدید؟ در کجای قرآن گفته است که عرفات از فلان ساعت تا فلان ساعت، مزدلفه از فلان ساعت تا فلان ساعت است، در مینا چند روز باشید، در بقیه مراسم حج؟ کلا فرضیت حج رو ثابت میکنیم از قرآن کریم، اما تفاصیلش از سنت ثابت میکنیم. یا اینایی که منکر سنت هستن حج نمیکنن، پس شما نماز نمیخوانید، روزه نمیگیرید، حج نمیکنید. یا خیلی از مسائل مهمی که ما در عباداتمون داریم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده است. اما برای حدیث ما نیست که هرچی پیش آمد خوش آمد ما بگیریم، نه. قواعد داریم، اصول داریم، ضوابط داریم. حدیث صحیح رو میگیریم، حدیثی که موضوع باشد، دروغ باشد، مثل حدیث آقای حنفی، این رو میزنیم به دیوار. این است که ما مسلمان ها، اما طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من روی گردان میشود از امت من نیست. پس پیامبر یک انسان عادی نبود، یا به قول بعضی از این قرآنیون جاهل و نادان میگن و مثل یک پسترسان بود، که مثل پسترسانی که نامه رو برای شما در خانه شما میرسانه، محتوای نامه چی باشه با اون مربوط نیست، او حق نداره چیزی در او زیاد بکنه چیزی از او کم بکنه. پیامبرم علیه بالله مانند یک پستمنی بود که قرآن رو وظیفش این بود که برای ما برسانه، نه کم نه زیاد. ما قرآن رو میگیریم به دیگه چیزش کار نداریم. در که این احمق را اگه بگی تو بگیرم این آیاتی که در بیش از 100 و چند آیه است در باب اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اطاعت از الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، همین آیات رو در قرآن خواندی یا نخواندی؟ اگر خواندی پس چرا تو به این قرآن عمل نمی‌کنی؟